دادگر بروجرد روستای کرکیخان سال گذشته تعداد زیادی از گردوهای قدیمی و سنتی رو سرشاخی کاری کردیم با گونه چندلر. الان برای هرس تنظیم و شاخه ها اومدم خدمت شما میرسیم. یه تنه رو که توجه بفرمایید مشاهده میکنید 4 تا پیوندک ما رو اینا زده بودیم، هر 4 تا پیوندک گرفتن. ما معمولا این پیوندک هایی که میزنیم در اصل یه دونه از اونا رو نیاز داریم. 3 تا بقیه اینا میمونن فقط به خاطری که این محوطه وسط سرشاخه رو که بریش زدیم پر کنه. الان ما باید چه کار کنیم؟ یه دونه از همین درخت‌ها رو که ما پیوند زدیم، پیوندک ها رو باید نگه داریم. 3 تا بقیه رو هرس میکنیم، شاخه های اونو هرس میکنیم ولی حذفش نمیکنیم از بین بره. ما اینا رو زنده نگه میداریم به خاطر اینکه بتونه مرور زمان این محوطه رو برای ما پر کنن. الان ما نگاه میکنیم این یه دونه قوی‌تر مرتبه، اینو به عنوان تنه اصلی برای خودمون نگه میداریم. 3 تا بقیه رو هرس میکنیم فقط زنده نگه میداریم. توجه بفرمایید. اینا رو میزنیم. شاخه های اصلی که ما داریم 1 یا 2 تا جوونه از اون نگه میداریم فقط به خاطری که این زنده بمونه، فعالیت داشته باشه. توجه بفرمایید اینجا جوونه داره، ما اینو میزنیم. یه دونه پیوندک های ما کلا حذف شد ولی از بین نبردیم. میان یکی بقیه اینو حذف میکنیم، حذف میکنیم، حذف میکنیم. اینو با یه جوونه نگه میداریم، اینم با 1 2 تا جوونه نگه میداریم. توجه بفرمایید اینا حذف شدن. میایم سراغ سومی. اینم عین همونا که هست، شاخه هایی که از بغل اومدن حذف میکنیم، اینو نگه میداریم. اینا دیگه به حالت زنده موندن، امسال باز شاخ میزنه، مرور زمان میاد این محوطه وسط رو خالی میکنه. حالا شد درخت اصلی ما این یکی که نگه داشتیم. اینو ما باید تربیتش کنیم که بشه درخت اصلی ما. این شاخه‌ای که الان به سمت بیرون اومده اینو حذف میکنیم. این شاخه رو به عنوان لیدر یا پایه مادر نگه میداریم. این شاخه رو از قسمت حذف میکنیم. یکی هم که به این صورت اومده حدود 40-50 سانتیش رو حذف میکنیم. شاخه جوونه بیرونی به سمت بیرون رو نگه میداریم که شاخه ما به سمت بیرون حرکت کنه. این شد درخت ما. توجه بفرمایید درخت با اون شدتی که شاخ و برگ داشت به این صورت شده. به امید خدا اینا جوونه میزنن، حرکت میکنن، سیخک میزنن، شاخک بار میزنن و به ما برای سال آینده بار میدن انشاءالله. و السلام.